من فکر میکنم اتفاقات درست از امسال به بعد میفته. یکی از چیزایی که حالا خدا رو شکر میکنم هر کدوممون یه برکت خواستیم به این مجموعه دادیم و این اتفاق رو فال نیک میگیرم. فکر میکنم بچه ایرانی‌ها کار بلدن، بعد فضاش ایجاد بشه همین الان عملکرد خیلی بزرگی داشته باشه. بچه‌ها نسل جوان‌تر از ما که داریم این نسل رو بتونن ادامه راه ما باشن. این اتفاق قشنگه. با افتخار میتونم بگم که خیلی خوشحالم که در ایران داره این اتفاق میفته. ما به سمت درستی داریم حرکت میکنیم. به نظرم اتفاقات خوبی میفته. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام حمید ارزانلو و برادر عزیزش جاویدنام وحید ارزانلو از فعالان صنعت مبل 19 دی تهران عزیز. وحید عزیز برای کمک به برادرش رفته بود که کشته شد.